آقا یه سری صدا هست که خیلی معروفه، مثل صدای عادل فردوسی پور، مثل صدای این کسایی که مستند میگن. من میخوام شما خواهش کنم یکی دو تا صدایی که به نظر خودتون بهترین صداهایی که شما میتونید تقلیدش کنین رو به ما نشون بدید. البته که صدای گوینده همش قابل اجرا هست، منتها تو وقت ما نمیگنجه. یکی دو تا از کسایی که شما فکر می‌کنین تواناترید، یعنی فکر می‌کنین من یه مقدار صدای خودم رو تو مانیتور داشته باشم بیشتر بشه. میشه داشته باشه. آره میشه. اینجا صدا بردار داریم حرفه‌ای احسان بهرام. همین میکروفون هاچف اندرسم خوب با هم. آره یه مقدار صدای این تو مانیتور شد. آره شد. یک مستند تحت عنوان حس برتر یا راز بقا. مار پیتون 9 متری سلطان بلا منازع جنگل های آمازون. حرکت این مار بوم در این جنگل باعث ایجاد رعب و وحشت می شود. پرندگان با دیدن مار سراسیم به آسمان پرواز می کنند. مار بوا حرکت خود را ادامه می دهد و گوریلی بزرگ با دیدن مار با ایجاد صدای مخوف خانواده خود را از این خطر آگاه می کند. یه مستند مثل مستندی تحت عنوان راه ابریشم. جاده ابریشم، مسیری تجاری و بازرگانی و کهن. مارکوپولو در خاطرات خود می نویسد جاده ابریشم را که در منور دیدم به سازمان صدا و سیما رسیدم. آنجا به استودیو جام جم و برنامه دوستان آمدم و با کیوان خوش می‌شد. شما با شهرام نیکیار آشنایی دارید از قبل؟ بله شهرام نیکیار حتی زمانی که کچل بود رفیق من بود. حتی الان که مو کاشته دونه 4 تومن. آره چون با هم مچید، خیلی با هم یه هم ویژگی که من فکر کنم هر دوی شما تو کار بداهه بسیار توانا است. شهرام که اصلا عالی، بداههش فوق‌العاده. شما فکر کنم این توانایی با هم. بله ما با شهرام نیکیار حتی یه سفر داشتیم به افریقا، یه سفر توریستی خیلی قشنگ بود که من حتی یه خاطرم از اونجا میتونم براتون بگم. یادت هست؟ در اواسط ماه اکتبر همزمان با کوچ دست جمعی گوزهای وحشی به قسمت‌های پرعلف این صحرا یک بار دیگر توریست‌ها برای دیدن شکار تمساح‌ها می‌آیند. آقا ما می‌خوایم شما با یه صدا در چند ثانیه خداحافظی کنید. یک صدا؟ آره یه صدا که همه بشناسن. همونطوری که اینا همه میشناختن مونتا همه بشناسن خیلی تمام آخرشه. بخونم بازم براتون؟ نه این کوتاه در 5 6 ثانیه فقط خداحافظیتون. فقط خداحافظی می‌کنم. من خیلی خوشحال هستم از اینکه تو این برنامه فرصتش شد حضور پیدا کردم و دوست دارم این پیام رو به بیننده‌های عزیز بدم که خندیدن و شاد شدن بسیار برای انسان مفیده. دامن شادی چو غم آسان نمی آید به دست، پسته را خون می شود دل تا لبی خندان. خیلی متشکرم، ممنون. من خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. متشکرم.